خونه رو تمیز کنم. الان شوهرم میاد خونه همه جاش تمیز باشه. ای اومد که چیکار میکنه؟ میگیرم قایم کنم پول برگشت نداره خدا رو شو. میدونم باش چیکار کنم. دو منو بده چیکار کنم. سلام عشقم، چی شد عزیزم؟ بیا فدات شم، بیا. خیلی خسته. اشکال نداره، تو خیلی خسته. من میخوام پاپاتو بشورم الان با آب داغ و شیر و گل محمدی. دوش بگیرم بعد. نه همین الان بیا بشین. من میخوام دوش بگیرم پاتو با بگیرم بشور. خسته برو. نه عزیز برو. بیا عزیز. آقا یه لحظه گوش کن. یه دقیقه میام دوش. برو خانم تلین ماساژ بده. هلیش تا سر کار اومدی تو خسته عزیز. پا داخل آب گرم وا. خب یک لحظه وایس من میام دوش میگیرم و میام. میگم در بیارو. بذار داخل میخوام پای تو رو ماساژ بدم. اونورم در بیارو. جلو در بیار. نه همین بس. جا نمیشه پام بدش کنم. نه در آقا جا نمیشه پام جا نمیشه. پولشی؟ نه این میدونی چیه؟ اینو من چیز کردم. اینو یه دقیقه من اینو نه بگیره. به مردم اعتماد نکنی که خسافه. پولشی؟ یه دقیقه ببین من توضیح بدم به تو.